اومدیم کارشناسی و رگه‌شناسی در محدوده معدنی بازالت در استان آذربایجان غربی. معدندار محترم به دنبال این هستن که محدودهشون به صورت میدانی بررسی بشه و اگر توده‌ای فلزی و رگه‌ای که حاوی عناصر گرانبها خصوصا طلا و نقره باشه کشف بشه و بتونن معدنشون رو به پلیمتال تغییر بدن. اکثر رگه‌های در معدنشون رو بررسی کردیم. یک توده بسیار بزرگ بازالتی در این منطقه و محدوده هست که اکسید آهن بسیار زیادی وجود داره. پس از بررسی دقیق و تخصصی تونستیم رگه‌های خوبی از لیمونیت رو پیدا کنیم و رگه‌ای از اکسید آهن که همراه با منگنز و آنتیموان هست که مشخص حاوی ذرات پیریت، کالکوپیریت و ذرات دیگه هست که حاوی طلا و نقره خوبی هستش و تست اولیه اون هم مثبت بود. اگر شما هم معدن سنگ بازالت دارید به احتمال بسیار زیاد معدن شما هم حاوی عناصر گرانبها بوده و میتونید رگه‌های پلیمتال معدنتون رو مورد بررسی قرار بدید.